Here we go. Okay, let's go. Hi friends, امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام جادویی بهتون. نمیدونم باید بگم سلام جادویی چی. قضیه امروز از این قراره که اولین ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. ویدیو یوتیوب، چنل یوتیوب doesn't matter. اصلا من نمیدونم دارم چیکار میکنم. I can't believe I'm doing it. امروز قضیه از این قراره که من میخوام 10 تا فیلم و سریالی رو بهتون معرفی کنم که توشون witches وجود دارن. witchy movies. witchy فیلم های جادوگری. از اونجایی که هالووین رد شده، امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه، یه پلنی انجام داده باشین که باحال بوده باشه، ولی خب هنوز که هنوزه وایب هالووینی رو همه جا داری احساس میکنی. من خودم حتی توی سوشال میدیا، حتی توی اینور اونور، هنوز وایب هالووین رو دارم احساس میکنم. هنوز دیر نیست برای دیدن فیلم ها و سریال های جادویی. و این فیلم ها فقط وایب جادوگری ندارن بچه ها. این فیلم ها کلی اطلاعات راجع به جادوگر رو بهتون میدن و خیلی خیلی underratedن. اون دسته از فیلم ها و سریال هاییه که خیلی خفن ساخته شده، خیلی هزینه براشون شده، ولی اصلا مخاطب اونچنان زیادی نداشتن و اونقدر معروف نشدن. مثلا ادیت بزنن ازشون، مثلا اون تایمی که منتشر شدن مثلا کلی اطلاعات بیاد ازشون بیرون براتون اینجوریه. خلاصه من 10 تا از این فیلم و سریال ها رو که اکثرشونم خودم دیدم و عاشقشونم آوردم براتون. خب بریم که شروع کنیم. من توی این دفتر که اینم وایب ویچی داره، ویچی وایبز here. سریال اولی که میخوام بهتون معرفی کنم، بچه من هم اسم انگلیسیشو میگم که بتونین سرچ کنین، هم اسم فارسیشو میگم که اگه دوبلش رو خواستین برین پیدا کنین با زیرنویس فارسی بدونین این داستان چی هستش و اسمش چیه. سریال شماره اول Chilling Adventures of Sabrina، ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا. این سریال رو گذاشتم اول لیستم و اولین سریال و فیلمی که دارم بهتون معرفی میکنم، چرا که من عاشقشم و بیشتر 3 بار دیدمش. بیشتر 3 بار. میتونستم این کلمه رو بگم؟ مال سال 2018 هستش. 4 تا فصل داره و بخوام براتون یه جوری که اسپویل نکنم امروز فیلم و سریال ها رو معرفی کنم بهتون که ببینید. داستانی ترسناکه و ژانرش هم همینطوریه. ژانرش هارر هستش، از دست فیلم های ترسناکه، ولی خب نه اون ترسناکی مثل فیلم ترسناکایی که ببینید، تاریک بیشتر میشه گفت. داستان در مورد یه دختریه به نام سابرینا، همونطور که از اسمش مشخصه، نصف جادوگر نصف انسان. همزمان که داره تعادل برقرار میکنه بین این دوتا دنیایی که توی ذاتش وجود داره، مجبوره که با نیروهای اهریمنی هم مبارزه کنه. کلا پدرش در میاد. حتما پیشنهادش میکنم بریم ببینید و خیلی هم underratedه. اصلا نگم براتون. سریال شماره 2 اوکی Witches of East End. هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم اینو بیام به شما معرفی کنم یا حتی به آشناهام، به اطرافیانم، چون عاشق این سریالم. دیدید مثلا یه آهنگی دارید توی سیو مسیجاتون یا توی پلی لیستتونه و دوست ندارین اصلا این رو برای کسی بفرستین، خیلی غیرت خاصی روشون دارید. این سریال از اون سریالاست برای من، ولی حالا که اینجام و میخوام که شما برین ببینینش. Witches of East End، جادوگران قدرتمند ایست اند. به عنوان یه مترجم بهتر بگم که ترجمه خاصی واسه ایست اند که توی اسم سریال وجود نداره، اسم خاصه و به نظر من یک منطقه یا یک شهره یا یه بخشی از یه شهر، حالا کار نداریم. مال سال 2013 است و 2 فصل داره. شاید خیلی به نظر کم بیاد ولی خب خیلی سریال خفنیه.
راجع به 2 خواهره که یکیشون کتاب داره و یکیشون توی بار کار میکنه و بعد یه مدت توی بزرگسالیشون متوجه میشن که جادوگرن و دارای قدرت خاصی هستن که اولش خیلی گیج میشن، نمیدونن که این قدرت ها از کجا میاد و بعدش این 2 خواهر و مادرشون و خالشون، این 4 زن، بعد با یه دشمنی مبارزه کنن. متوجه میشن یه دشمنی دارن که این دشمن دست بر قضا فانیه، یه انسان معمولیه ولی خب دشمن این 4 نفره و این 4 نفر باید باش دیل بکنن و کلی داستان دارن. ژانرش هم یادم رفت بهتون بگم، دراما، از دست سریال‌های دراماست. بریم سراغ شماره 3. A Discovery of Witches، کشف جادوگران، مال 2018 و دارای 3 فصل. این سریال یه چیزی که بخوام بهتون بگم که قطعاً بعد از اینکه اینو بگم میرین دانلودش میکنین و میبینیدش کنجکاو میشین. مثل کتابا و رمانای معروف، یه جادوگر وجود داره که نقش اصلیه و عاشق یک خوناشا میشه و با هم وارد رابطه میشن، ولی داستان این نیست و من اسپویلش نکردم. درباره یک تاریخدان و جادوگریه که از قدرت‌های مثلا خیلی دیگه ماورایی و خفنی برخورداره که خودش اصلا اینو نمیدونه و با اون خوناشامی که گفتم با هم آشنا میشن و اینا باید یه سری کارایی رو با هم دیگه انجام بدن، یعنی در مسیرش قرار میگیرن. سریال شماره 4 Just Beyond، در یک نگاه، فراتر از یک نگاه، فراتر از آن، همه اینا معنی میده. مال سال 2021 و دارای 1 فصل. این سریال رو راستش رو بخواین خودم باهاش آشنا نبودم تا همین چند وقت پیش، یعنی اصلا اسمش هم نشنیده بودم، پارتنرم برام فرستادتش و داستان درباره یه دختریه که نوجوان میتونین حسابش کنین چون یکم وایب نوجوانی داره و این جادوگر هستش این دخترمون، ولی یه جورایی داره مخفی میکنه، یه جورایی که نه مخفی داره میکنه هویتش رو از همه، ولی ناخودآگاه زندگی چند تا نوجوان حالت ماورایی میگیره، کلی داستان هیجان انگیز برشون پیش میاد. ژانر این سریال ننوشتم، ولی قطعاً رمزآلود باید باشه، شاید هم فانتزی کم، مهم نیست، بریم بعدی. سریالا تموم شدن و اینجا میرسیم به کسایی که دوست دارن فیلم سینمایی ببینن. اگه دوست دارن اطلاعاتی کسب کنن که ویچی باشه، وایب ویچی داشته باشه و توی پاییز ببینن. بچه‌ها خیلی وایب پاییزی داره این فیلمایی که میخوام بهتون از اینجا به بعد توی لیستم شماره 5 به بعد هستش. اصلا پاییز با اینا معنا پیدا میکنه، خیلی خفنن. فیلم شماره 5 The Craft. این فیلم خیلی قدیمیه ولی به شدت خفنه، مال سال 1996 با ژانر ترسناک و رمزآلود، میستری. اصلا نمیتونم راجع به این فیلم زیاد صحبت کنم، کرکترایی داره که همشون آیکانن، خیلی خفنن، خیلی جذابن، فقط من هیچی نمیگم، برین ببینید. ولی شماره 6 دوباره باید برگردیم به همین فیلمی که گفتم The Craft شماره 5، چون این ورژن جدید و یکم متغیر، یک کوچولو، با فیلمیه که سال 1996 ساخته شده The Craft Legacy و مال سال 2020، ولی این ژانرش یکم متفاوت شده، ترسناک فانتزی شده، وایباشون فرق میکنه دیگه مسلماً و اینم خیلی خفنه، اینم خیلی باحاله، بعضی جاهاش یهو دیگه شوکه میشین از داستانش و چیزایی که اتفاق میفته داخلش. میریم سراغ شماره 7 هوکس پوکس everybody focus. شوخی کردم، اسمش هوکس پوکسه، خیلی شاید دیده باشین، البته این خیلی نوستالژیکه، یک کم وایب ویچی جادوگرای توی فیلم و خنده دارش کردن، بازم حالت خوفناک و پاییزی و ویچی خودشو داره. یه مدت فاز مترجمیم زده بود بالا و میخواستم برای این فیلم، آخه من زیرنویس براش پیدا نکردم، خیلی فیلمش قدیمیه، مال 30 سال پیشه، 30 سال و اندی سال پیش، و فاز اینو گرفته بودم که برای زیرنویس خودم تولید کنم و نگم براتون، داشتم توی دفترم خط به خط دیالوگا رو ترجمه میکردم. نتیجهشو
اگه بخوایم بدونید خیلی داشتم خوب پیش میرفتم، ولی خب دیدم که خیلی داستان داره و نرم افزار براش پیدا کردم که دیگه اینطوری سرعتش پایین نیاد، سرعتش بره بالا، سرعت کار ترجمم، و فیلم توی نرم افزار جا نمیشد توی سیستم من، باید میرفتم توی سیستم دیگه ترجمهش میکردم که خب زمانی نبود. نتیجه بی نتیجه. بریم سراغ فیلم شماره 8 هوکس پوکس 2 و دوباره یه حالتیه که بعد 30 سال این فیلم ساخته میشه و مال سال 2022 هستش. این قسمت 2 ادامه قسمت 1، پس به نظر من بهتره که اول قسمت 1 رو ببینین و بعد قسمت 2 رو ببینین با ژانر کمدی و ترسناک. خیلی جالبه. قسمت دومش ژانرش متفاوت میشه و راجع به 3 جادوگره که خیلی هم این 3 جادوگر کاراکترشون موندگاره توی دنیای جادوگران و میشه جادوگرایی رو در نظر بگیریم که همیشه توی داستانا ازشون بد گفتن، یعنی منظورم اینه که جادوگرایی که بدجنس هستن و یه سری طلسمایی انجام میدن که خیلی به ضرر مردمه. از اون دسته جادوگران توی هوکس پوکس. فیلم شماره 9 The Witches. این فیلم مال سال 2020 با ژانر خانوادگی و ترسناک. خیلی از اون دسته فیلماییه که حال میده با دوستاتون جمع شدین یا با خانواده دقیقا بشینین ببینین. جادوگر اصلی این فیلم جادوگر بدیه که خیلی هم با بچه ها مشکل داره و یه جوری هم با بچه ها مشکل داره هم از بچه ها یه چیزی بهش میرسه. داستانم حول این محور میچرخه، ولی بحث اینه که یه پسر بچه این وسط هست که نقش اصلیه و با مادر بزرگی زندگی میکنه و نقش این پسر بچه هم توی این فیلم خیلی مهمه در کنار جادوگر اصلی این فیلم. میرسیم به آخرین فیلم لیست من. بچه ها راستی من فیلممو از مورد علاقه ترین تا کم مورد علاقه ترین که نمیشه گفت، ولی اینطوری چیدم و این فیلم آخر یه فیلم جادوگری آلمانیه، ولی خب زیرنویسش وجود داره. من خودم تو لپتاپم با زیرنویس دانلودش کردم. The Little Witch، جادوگر کوچولو، که کوچولو هم نیست اما خب اسمش رو آلمانی‌ها اینطوری انتخاب کردن. مال سال 2018 با ژانر خانوادگی و فانتزی و موضوعش رو من خودم خیلی دوست دارم، خیلی بانمک و بامزه است. داستان یک جادوگر جوونه که کلی طلسم یاد میگیره، کلی کتاب جادوگری میخونه، خودش رو توی این مورد قوی میکنه، توی این موارد جادویی و جادوگری جادوش رو تقویت میکنه که در نهایت برسه و بتونه بره توی جمع جادوگرای بدجنس. خب از نظرش اونایی که بدجنس بودن خیلی جادوگرای خفن و کول و نمیدونم قدرتمندن و کل فیلم بر اساس تلاش‌های این جادوگر کوچولو برای رسیدن به اون جایگاهی که توی سرشه میگذره. این بود از لیست فیلم‌های جادوگری من برای امروز و باور کنید که بیشتر از این، یعنی تا صبح میتونم بشینم فیلم و سریال جادویی جادوگری بهتون معرفی کنم، ولی این سریالا و فیلم ها جادوگرا توشون نقش اصلی داستانن و اینطوری نیست که فیلم جادویی و رمزآلود و اینا باشه و تهیج جادوگرمون وسط باشه. نه، اینا اطلاعات خاصی بهتون میدن و شما رو به این ژانر یا به این کاراکتر علاقه‌مند میکنن. نمیخوام بشینم توی این ویدیو از علایق خودم به جادوگر رو بگم و یا اطلاعاتم رو کنم because it's the season of the witch، چرا که پاییز فصل جادوگر است. خلاصه که امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و برید و دانلود کنید و حتی یک کدوم از این فیلم های توی لیست من، لیست جادوگری، و لذتشو ببرین توی پاییز. این فیلم و سریال باعث بشه که اطلاعاتتون راجع به جادوگرا، جادو و اون وچ از جادوگرا که خیلی از افراد راجبش نمیدونستن، اطلاعاتتون رو ببره بالا. توی خیلی از این سریالا عاشق جادوگرا میشین و متوجه میشین که چقدر بعضیاشون باحالن، خفنن، حتی مهربون بودنم توشون میبینین و عاشقشون میشین. قول میدم بهتون، من خودم در حال حاضر دارم فیلم شماره 3 رو نگاه میکنم، یعنی نگاه نمیکنم، میخوام که استارت بزنم.
تو کامنت ها حتما به من بگین کدوم فیلم ها رو تا حالا دیدین، کدوم ها رو ندیدین، کدوم ها رو میخواین برین ببینین، کدوم ها رو رفتین دیدین و خوشتون اومده و میتونیم با هم راجبشون صحبت کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چه کاریه؟ خوشتون اومده باشه لایک میکنین، کامنت میذارین، سابسکرایب هم میکنین دیگه. غیر اینه کس بوکس. I'm just kidding. تا یه ویدیوی دیگه.